اسم من لوسیه. به چنل من خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. ویدیو امروز در مورد غمگین ترین جمله هاست و اینکه قرار بهشون ریاکت بریم. امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. لایک کنید، کامنت بذارید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. ما تقریبا حدود 40 تا ویدیو گذاشتیم که همشون خنده‌دار و باحال و طنز فام بود. امشب اومدیم یه ویدیو مثلا یکم بدونید چیه، جمع خودمونی عشقید. میریم سراغ ویدیو. بریم سراغ ویدیو. قراره امشب فکر کنم یکم حال هممون یکم ناراحت کننده باشه، ولی خب همیشه که نمیشه خندید. باید بعضی اوقات هم ناراحت شد که بالانس بشه، وگرنه همه چی برای تکراری میشه و هیچی برای دیگه خنده دار نمیشه. خب البته این جملات غمگین رو رفتم تو اینستا، اکسپلور اینستا پیدا کردم و قرار با هم دیگه ریاکت بریم. شروع میکنیم. آدم ها کاری که براشون میکنی و دوست دارن، نه تو رو. یه همشون نه، آره بعضی هاشون واقعا آره، ولی همشون نه. مثلا پدرت، مادرت. نه اینم که فیلمه. مامانم لیاقتش پسر بهتر از اینه، نه من. بریم بعدی. جملاتی که ارزشی دیدن داره. از دلم رفتی، کاش از قلبم میرفتی. همه چی در شهر آرام بود به جز قلبم. من با هیچ کس راه نیومدم ولی با تو دویدم. واو. عاشق خنده ها شدم، دلیل گریه هم شدی. بعضی از اینا رو فکر کنم قدیمی هن. ولی خب میریم بعدی. جز هیچ در این هیچ به جز هیچ ندیدم. یکم گنگه. منظورش اینه که تش هیچی نیست. تش هیچ نیست. میریم بعدی. رونالدو بهم ثابت کرد هر چقدر براشون خوب باشی اونا فقط اشتباهات تو میبینن. جملات غمگین کوتاه. ما از گلها رنجیدیم، از خارها گله نیست. بابا. هر جا اندوه بمان بیشتر شد گفتن تقدیر است. دل به دریا زد. ندیدم اون راستش. زیه یا زود رد شد. میریم بعدی. سخن شیرین نگو مردم این شهر بدگمانن. بابا. خنده ما فاجعه ترین درد دنیا بود. فالون کن. جملات کوتاه غمگین اینه که دیگه است. قلب های پاک بیشتر رنج ها را دارند. راست این واقعیت. هر چقدر خوب باشی، اصلا دنیا همینه، هر چقدر خوب باشی بیشتر بدبختی سرت میاد. چون نمیدونم چرا، شاید خدا فکر میکنه تا آدم مثلا واسه هستی، واسه همینه. یک لبخند میتواند دردهای زیادی را پنهان کند. آره اینم هست. این کسایی که موجه هاشون بلنده، نه یه چی دیگه بود یادم هست. کسی که عشق میکارد اشک حاصل میکند. بریم جدی. تمام انسان ها خاطرات شادی داشتن که الان وقتی به اون فکر میکنن ناراحت میشن. بیشتر آدما میدونی از چی ناراحت میشن؟ از در مورد گذشته، در مورد بچگی. الان مثلا طرف 30 سالشه 40 سالشه فقط یاد بچگیاش میفته که اون موقع واو چقدر همه چی ساده بود براش. نه پول آب، نه گاز، نه برق میدونست چیه. تنها دغدغه‌اش این بود که با بچهای کوچه میرفتن فوتبال بازی میکردن
بعد یه جور مثلا فوتبال بازی میکردن اینقدر قرار کاپ بدم بهشون، اینقدر جدیش میگرفتن. این بعدی این که موزیکه، جملاتی که قلب را به گریه میاره. گاهی تنها مرگ درمان است. آره این قبول دارم واسه بعضی از آدم. آره شایدم بیشترش. دل پر درده شهر پر نامرده. این تو موزیک شنیده بودم. زندگی درد قشنگی است که جریان دارد. بله. چی شد که ما فراموش شدیم؟ آدم های جدید اومدن. معمولا وقتی میبینی رفیقات ازت جدا میشن، همینه دیگه، رفیقای جدید پیدا میکنن. و دیگه آدما از دورم قشنگ نیستن. نه بابا از اول قشنگ. نه این بعدی. دل ما دریای سد کهکشان صبر است. با داداشم اینم که چیزه، اینم که فیلمه. تا حال خوب نیست ولی این اون یهو میگه دوست دارم. ای الان یکی دیگر دوست داره. خب چقدر قشنگ گفت. برگام. این بعدی چی شد؟ بالاخره همه چی درست میشه. درست هم نشه تمام میشه. این بعدی این چیز امروز خوندم. سرطان برنده شد بچه ها، خداحافظ. آخرین بازی 9 سال پیش. فکر کنم مال یه بازی بوده. این بود. این چی؟ میگه عشق واقعی هیچ مانع سر راهش نمیگیره، حالا هی بهونه بیاد. غمی که این جملات داشت. این چی؟ چشم نزن به خدا جوونی نکردم. اصلا ما که نفهمید چی شد. کودکی جوونی میکنن رفت. اصلا نفهمیدم چی شد. کلا سر کار بدبختی تموم هم نمیشه. هر چقدر سنت میره بالاتر بیشتر میشه، بزرگتر میشه. همه از بی تو میترسن، من از بی تو. من مثل پیکان باش، با 80 تا بیا تا تهش بیا. پیکان هم نیست. کاش خوشبختی هم مثل مرگ سهم همه بود. این قشنگ بود. این جمله رو خیلی دوست داشتم. این واقعا قشنگ بود. خیلی قشنگ. خیلی قشنگ. بریم بعده. جملات کوتاه غمگین. ببینید چیه. ولی حقیقت من دیگه از خودم بودن خستم. نه بریم یکی دیگه بزن. از وقتش که بگذرد دیگر نمیچستد، نه چیزی به دل، نه دل به چیزی. من در مورد یه چیزی براتون بگم. مادرم میگفت تو روستاشون یه دختر بود. بعد خب مردم تو روستا دیدی که زیاد امکانات خاصی ندارم. میگه این هر وقت هواپیما تو آسمون میدید میگفت کاش بزرگ میشم کاش منم سوار این هواپیما بشم. خیلی دلم میخواست. یعنی آرزوی طرف این بود که یه بار سوار هواپیما بشه. یه خلاصه آقا این بزرگ شد رفت. یعنی اگه خونهشون تو شمال ایران بود این رفت جنوب ایران. نمیدونم یادم نیست گفت درس بخونه یا واسه کار کردن رفت، اینو یادم نمیاد. بعد میگه بنا به دلایلی مریض شد و فوت کرد اون دختره. خانوادهش گیر دادن که باید دختر رو بیاری تو
روستای خودمون دفن کنیم، چون اونجا کسی رو نداره که مثلا بره سر قبرش فاتحه بخونه و فلان و پیسار و اینا. میگه خلاصه آقا چون نمیتونستن زمینی ببرنش، خب جنازه بو میگرفت دیگه. میگه اینو هوایی با هواپیما بردن. خنده دار نیست؟ میگه نه اینکه مثلا سرنوشتش نه، منظورم اون نیست. منظورم اینکه وقتی به چیزی میرسی که دیگه برات اهمیتی نداره. یه خلاصه جنازه‌شو بردن و تو روستا دفن کردن. بعضی اوقات به اون چیزی که میخوای میرسی، ولی خب دیگه فایده‌ای برات نداره، این دیگه تمومه. یاد این افتم تختن خاطره فرهاد شیرین بود. این قشنگه. خیلی در مورد فرهاد شیرین جمله بالی نوشتم. قل هو الله احد، هیچ کس نفهمید، خدا هم تنهاییش را فریاد زد. یه خدا اگه این زمین اگه جای خوب بود خدا اون بالا نمی نشست. نه خدا سالهاست که یک گلوله به مغزم بدهکارم. این برادر دیگه خسته است. برا تاجر غم شادی معنا نداره. برا تاجر غم و شادی معنا نداره. آره به هم میاییم ولی مال هم نمیشیم. واقعیت همینه. عشق یکی دیگه میشه میره. این جمله دوتایی میکنی. میگه این جمله دوتایی میکنیم فرار. این مال موزیک یه نفر نیست. این جمله دوتایی میکنی فرار. یکی داشت نمیره. من خیلی فرد خوشبختی هستم. تو یه روز هم پدر شدم هم عمودار شدم. چی شد؟ بیای غمگین کوتاه. من سوختم میان قصه ها. جوانی از بوی دود گلده کردن آنها. این زیاد پشت ماشینا زیاد جوابم. اگه اینترنت جواب بشه یه لحظه. خب میگه برای ادامهش میگه مهم نیست، من دیگه تسلیم شدم. چجوری بهت بگم داشت کارو نکن. هیچ وقت این کارو نکن. اگه در دیگه برو. هر کاری میتونی بکن، فقط برو. واین است تا میتونی پلای پشت سرت هم خراب کن که دیگه بر نگردی. میگم که بره. نگاهم کرد گفت تو بیشتر از آن که فکر میکردم غمگینی. آره دیگه. یه بارم یکی به من برگشت گفت از تو پاچیدی و گفتم چرا؟ گفت قشنگ میخندی. گفتم دیگه چیکار کنم. ما تغییر نکردیم، فقط شما رو نشناختیم. صداقت هدایت یه دیوونه بود. آخه چرا بوف کور رو میخونی؟ در زندگی زخمایی است که مثل خوره روح را آهسته در انزواب میخوره و میترشه. نفهمیدم راستش. این روزا 3% آدما 97% مشغول فکر. 93% آدم هم 97% مشغول فکر. هیچی فراموش نمیشه، فقط بی اهمیت میشه. آره هیچی فراموش نمیشه. اگه زنده ماندم و نمردم، روزی تعریف خواهم کرد که چطور از پس شب‌های سخت آدم‌های سخت‌ترش کنار برآمدم. چه زیبا گفت. چه زیبا گفت چی؟ بر ما گذشت آنچه و آروم دیگه. این چه ادیتی زدی؟ کی میگیره جاتو؟ یکی که والدینش درست تربیتش کردن.
دن 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 دن. داداش من 500 به یارو گذاشت. چی؟ دردناکترین جملات نویسنده ها پارت 3. تو به من یاد دادی که دوست داشتن چه حسی داره، اما فراموش کردی یادم بدهی که بدون تو چطور زندگی کنم. لارن اولیویر. پیش از آن که بیفتم. پشمام آجی، بذار بریم پیجش رو نگاه کنیم. عجب جمله ای. بازم نوشته چیزی داره؟ نه نداره. لعنتی نداره که ببینم. نه اینا چیزی نداره تو پیجش. ولی خب بذار ببینم. تو بر سر مزارم اش نریختی، ولی بیشتر از اینکه زنده به گورم کردی مرا کشت. بذار اینا جمله های خیلی سنگ طولانیه با کوتاه بگو. آدمای معمولی میگن عمرم ردم کرد، ولی یه شرور داستان میگه من همان شعله ای بودم که داشت یاد میگرفت عاشق. با اینا ما رو سرویس کردن. خیلی جمله چیزه، چی بهش میگن، طولانی، ولی خواهیم یه دونه قشنگ بود. الان دقیقا اونجا که صادق هدایت میگه خودم میدیدم که برای زندگی ساخته نشدم. مثلا ببین حرف روزای خودم رو دارم میزنم هر روز. همین من به اینا فکر میکنم. مثلا برگام زیباترین زبانتان خوب میچرخد، ظاهرتان زیباست، ولی عقلی ندارید. ضربه مغزیست نتیجه شیرجه در حوزچه ذهن شما. الانشو نبی که دوستم نداره. یه زمانی میگفت تو رو که میبینم حالم خوب میشه. ای روزگار چه کردی با ما. خیلی از نمیشه ها نمیشه نیست، نمیخوامه. جملات زیبا اسلامی کتاب جملات کوتاه غمگین بدن. هرچه دوست داریم یا گرونه یا گناهه. برم بعدی. این چیه؟ بذار. من به شخصی رفتار قشنگ رو بیشتر از حرفای قشنگ دوست دارم. همینه. من بعضیا نه. روزا خاطره شدن اعتماداش. کسی که با کوچکترین چیز شاد میشد الان شادیشو به کل از دست داده. من بچه بودم شاد که میشدم دیشم میگرفت. نمیدونم چرا سر چیزای کوچیک خوشحال میشدم. بذار این بابا اینجوری نگه. پشت ماشین هیچی نداری نشون بودی. امروز خم شدم و در گوش بچه‌ای که مرده به دنیا آمد آرام گفتم چیزی را از دست ندادی. دمناک جملات کن لم فراموش میشوی گویی که هرگز نبوده ای. واه آره مخصوصا وقتی عزیزات از دست میدی. با خودم فکر کردم اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان داره، ستاره من باید دور و تاریکی به میانه باشه. شاید اصلا من ستاره‌ای نداشتم. برگام حرفای منو میزنه. من هیچ وقت نتونستم ستاره‌مو تو آسمون پیدا کنم. هیچ وقت. من اگه مرده بودم شاید او میگریست، اما اگر او گریه میکرد من حتما میمردم. پشمام. اگر برای تو خیلی داشت میماند، اگر دوست دارد بود حرف میزد و اگر مشتاق دیدنت بود میآمد. قطعا همین بود. تا آنجایی و آنجا نمیداند که چقدر خوشبخت است. واه
داشت ترکوندی کی ترکوند، چقدر خفن بود. عشق در حال شکستن استخوان‌هایم بود و من میخندیدم و اگر دیداری هم نباشد، حتی اگر لمسی هم نباشد، بیدلی برای بعضیا همیشه جایی در دلهایمان هست. داداش دمت گرم، عجب جمله‌ایه. همیشه روزهایی است که انسان در آن کسانی را دوست داشته باشد بیگانه می‌یابد. به چیزی جز تو انقدر وابسته شدم که به چشمانت که مرا نگاه نمی‌کند با یه قلب که مال من نیست. کاش این سیبیلو یه حرفای بال میزنه. خب امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کنید، کامنت بذارید و چنل ما رو سابسکرایب کنید اگه دوست داشتی. بازم این ویدیو ریاکت میرم و اینکه تا ویدیو بعدی فعلا.